در خدمت دختر گرانقدر استاد خانم نجمه طغیان ساقایی هستیم. تشکر. با سلام و درود خدمت همه عزیزانی که همین حال در دانشگاه جورج میسن حضور دارند. نجمه طغیان ساقایی هستم، فرزند کوچک دکتر طغیان ساقایی، و من افتخار دارم که با شما یک جا پیوستیم و سخنان خود همراهتان شریک میسازم. Recording in progress. امروز میخوایم در مورد یک موضوعی صحبت کنم که برای پدرم خیلی گرانمایه بود و این موضوع دادخواهی از هویت فرهنگی مردم بود، خصوصا قوم هزاره، چون پدرم همیشه به این باور بود که صدای هزاره ها به درستی شنیده نمیشه و این قوم دائم دستاوردهای زیاده دارن و از دستاوردهایشان بر طریق درست قدردانی نمیشن و به همین ترتیب پدرم دائم میخواست صدای مردم هزاره را به گوش همه اقوام و ملیت‌های دیگر برسانند. من فکر میکنم در سالهای 2014 یا 2015 پدرم با جمع از بزرگواران دیگر شورای سرتاسری هزاره های اهل سنت را تأسیس کرد و اندک شورا رنگ گرفت و جلساتشان بیشتر شد و به همین ترتیب اعضای شورا هم بیشتر شد. فعالیت های پدر هم در شورا بیشتر شد. با وجود مصروفیت ها با شورا هنوزم پدرم به نوشتن کتاب و مقاله و پژوهش در شاهنامه وقت می‌گذاشتند. بعد از تأسیس شورا علاقه پدرم در مورد شناخت ملیت هزاره بیشتر شد و دائم در مورد پلان ها و اهداف شورا با همه کسایی که دور برش بودن تبدیل نظر میکنند. پدرم همچنان عضو شورای علمی دانشنامه هزاره بود و این دانشنامه هزاره برشان خیلی مقدس بود و یک اهمیت خاص داشت. من به یاد دارم که یک روز، خب در اون زمان من خیلی کوچک بودم، نمیفهمیدم دانشنامه هزاره چی است. ازشان سوال کردم که پدر جان دانشنامه هزاره را شما نوشته کردید؟ عینکای خود کشید روی میز ماند و طرف من خندید، گفت نه بچه، دانشنامه هزاره را من نوشته نکردیم، ولی اما قدر که من شاهنامه فردوسی را دوست دارم، اما قدر دانشنامه هزاره را هم دوست دارم. و بعد از اون روز سوالات بسیار زیاده در ذهنم خطور میکرد در مورد دانشنامه هزاره و فکر میکردم که چرا قدر دانشنامه هزاره بر پدر مقدس است. و من حالی که میبینم آثار خود پدرم برای ما مقدر عزیز است که دانشنامه هزاره و شاهنامه فردوسی برای اونا مقدس بود. سخن از آثار شد. آثار جدید پدرم یک کتاب شد به نام شاهنامه خود هیچ نیست مگر حدیث رستم، در همین روزهای نزدیک انشالله به چاپ میرسه، و دو کتاب دیگه‌شان، یکی به نام که جمشید کی بود کاووس کی و دیگر به نام پند آموزگار در حال ویرایش است. پدرم تقریبا 12 کتاب چاپ شده داره و بیش از 30 مقاله نشر نشده داره و بعد از اینها را در زمان مهاجرت در روزهای خیلی دشوار و سخت و در بستر بیماری نوشته بودند. حتی روزی که بر اولین بار کیموتراپیشان تطبیق میکردن از من داخل اتاق خواست و گفت که تمام فایل های روی دسکتاپ لپتاپ من در یک فلش
و اوفالا به دست کس نفته. من فقط طرف خواهرم یک نگاه دیدم و او طرف من اشاره کرد که یعنی بگو درست است. من کلمه نگفتم. گفتم نه خیر، وقتی که شما خوب شدین خانه رفتین فایلان هر دوی ما در هاردیسک میگیریم در فلش. فقط سر خود تکان داد و من برآمدم از اتاق، چون من هیچ وقت نمیخواستم پدرم اقسم یک گرد به من بگوید که مثلا فایل های من نگهداری کو، بعد از من مثلا کتاب های من کار بکو، چون من باور داشتم که تا زندگی از پدرم رای مست، ولی باور من خیلی اشتباه بود. پدرم یک کتاب ناتکمیل هم داره که در مورد قوم ساکایی هم داره دو کتاب می نوشت. من به این باور هستم که کتاب ناتکمیل پدر من و خواهر و برادرم تکمیل خواهد کردیم، چون ما زیادتر در مورد قوم ساکا و افرادی که اونجا زندگی میکنن میفهمیم و اونجا خانواده ها داریم، کاکاها و ماها تمامشون در ساکا زندگی میکنن و همچنان در عرصه چاپ مقالات و آثار باقی مانده پدرم من از طرف خانواده‌ام و همه دوستا اطمینان میدم که مقالات و آثار باقی مانده شونه انشاءالله به چاپ میرسانیم. من گفت که یک روز باعث افتخار خود شدم، من هم کم کم به طرف هدف خود در عرصه خدمت مردم هزاری تلاش‌های خودم خواهد داشتم و همچنان در عرصه شناخت فردوسی و زبان فارسی دری. به همین ترتیب من 2 هفته پیش یک شعر را سرودیم و به گفته امریکایی ها همین شعرهای پدرم من را انسپایر کرد که من بتانم به مانند خودشان شعر بگویم. او شعر تقدیم روح پدرم و تقدیم شما عزیزان میکنم. به خواب من آیی چو خورشید و مهر، تو را بینم و زنده گردد سپهر. دهم بوسه هایت به روی و به سر، بپرسم تو را از جهانی دگر. به گیتی نخواهم تو را یافت باز، وگر باز گردی نباشی فراز. جهان بی تو تیره است چون شام سرد، بیا باز گرد و رهانم ز درد. شبانگه چو یادت بیفتم به اشک، شود دل برایت چو آتش ز رشک. تو بودی مرا جان روح و روان، چو نیستی من ندارم توان. بود یاد تو همچو که استوار، بباید شود مهر تو یادگار. بیا و ببینم تو باری دگر، چسان پیر گشتم ز دردت قدر. چو یادت بود همراهی روح من، بود داروی قلب مجروح من. تمام دوستان و عزیزانی که این مراسم برای پدرم دکتر طغیان ساتویی برگزار کردند، به خصوص برادر بزرگوارم جناب قادری صاحب بابت زحماتی که در برنامه‌های قبلی هم متقبل شدند و همچنان سپاسگزار هستم از تمام عزیزانی که در مراسم امروز تشریف آوردن و باعث شادی روح پدرم شدن. ممنون از همه.